سلام، در خدمت آقای مرادی هستیم از اورنگ گروپ در نمایشگاه سندمالی بورس بانک بیمه. آقای مرادی یک توضیح مختصر راجع به محصولتون و برندتون. عرضم به خدمت شما که اورنگ گروپ شامل 3 تا 4 تا شرکت هستش. ما تو حوزه تکنولوژی و آیتی کار میکنیم. یکی از شرکت‌های ما نرم افزاری هستش که ما شریک تجاری شرکت بین‌المللی IIHT هستیم. یه شرکت هندی هستش که در واقع تو سیلیکون والی هند واقع شده. این شرکت در اصل شرکتی است که صاحب تکنولوژی هست، تکنولوژی تولید میکنه و بزرگترین شرکت آموزش آیتی توی آسیا هستش. ما تو شرکت نرم افزاری اورنگ ERP داریم، نرم افزارهای ERP، نرم افزار حسابداری مالی، مدیریت فروش، مدیریت انبار، قیمت تمام شده که یه سیستم یک پارچه هست. در حال حاضر این سیستم ها رو به 2 زبان انگلیسی و فارسی ما تولید کردیم. دلیلش اینه که هدفمون فقط بازار داخلی نیست بلکه بازار بین المللی رو هم مد نظر ما هست. در حال حاضر ما این ERP رو برای شرکت‌های SME آماده کردیم و داریم میفروشیم. هدفمون اینه که 10% بازار داخل رو به دست بیاریم. فاز بعدی ما تو مرحله توسعه ایجاد زبان عربی، یعنی زبان عربی رو هم می‌خوایم بهش اضافه کنیم. به اضافه اینکه یک سیستم یک پارچه ERP برای شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های بزرگ ایجاد کنیم که تو این مرحله خوشبختانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داره کمک خوبی به ما میکنه که ما بتونیم توسعه بدیم این قسمت از محصول. یه بخش دیگه‌مون هم اورنگ اکادمی هست. اکادمی اورنگ در حال حاضر یه تمپلیت داره به نام تکادمی. ما توی این تمپلیت تکادمی بیش از 10,000 دوره آیتی و دوره‌های مربوط به تکنولوژی، دانش روز، هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ، AI و دوره‌های مختلف داریم. بیش از 10,000 دوره که توی تمپلیت تکادمی ما لب هم داریم و یکی از تمپلیت‌های پیشرفته آموزشی تو دنیا هستش که خوشبختانه ما تونستیم توی ایران این رو پیاده سازی کنیم. بسیار هم عالی. خواهش میکنم. و سوال اولم نظرتون راجع به نمایشگاه چیه و آیا اینجور نمایشگاه‌ها به توسعه صنعت کمک می‌کنن؟ بله. به نظرم امسال نمایشگاه خیلی پربارتر از سالهای قبل بوده. حداقل من چند تا سالن رو رفتم، مخصوصا این سالن من فکر میکنم که بسیار مؤثر برای توسعه صنعت، حالا هم صنعت مالی هم صنایعی که در ارتباط با تکنولوژی و آیتی هستن. لینک های خیلی خوبی اینجا من دیدم، شرکت های دانش بنیانی که از شهرستان اومدن یا تو تهران هستن و کارهای خیلی قشنگی رو انجام دادن. من واقعا خوشحال شدم. اما واقعیت اینه که طی بررسی‌هایی که ما حالا توی اورنگ گروپ انجام دادیم همچنان ما یک گپی وجود داره، یک فاصله وجود داره بین ما و حالا کشورهای در حال توسعه یا امرجینگ مارکت مثل کشور هند که حالا ما خودمون شریک تجاریمون هستش. من یه آمار کوچولو بدم. تو هند در سال بیش از 120 میلیارد دلار صادرات آیتی دارن. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی دارن از خدمات آیتی هندی‌ها استفاده میکنن. من خودم عضو هیئت مدیره شرکت هوربیگر هستم. یه شرکت بین‌المللی اتریشی هست که هوربیگر یکی از شرکای تجاریش برای آیتی هندی‌ها هستن. خب ما یک کشوری هستیم که 80 میلیون جمعیت داریم و این پتانسیل وجود داره که ما هم یه صادرکننده تکنولوژی و آیتی باشیم در دنیا. قطعاً تحریما تاثیر گذاشته، چون من دارم میبینم همین شریک تجاری ما
با 20 تا از درگون‌های دنیا، درگون‌های آیتی دنیا شریک هستن، دارن از تکنولوژی‌هاشون استفاده میکنن، ولی متاسفانه ما به خاطر تحریم‌ها ارتباط نداریم با این شرکت‌ها. یه جورایی داریم تحریم رو دور میزنیم، یعنی از طریق هندی‌ها داریم با اون تکنولوژی‌ها ارتباط برقرار میکنیم. ولی من امیدوار هستم که با برگزاری نمایشگاه و فعالیت‌هایی که معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و صندوق دارن انجام میدن، در آینده انشالله ما هم بتونیم یه سهم بازاری از بازار بین‌المللی داشته باشیم. انشالله. شما همین سال دوم نپرسیده بودم، یه سری صحبت راجع به تکنولوژی و فاصله ما با خارج از ایران گفتید. از لحاظ قانونگذاری چطور؟ ما چقدر فاصله داریم با دنیا؟ واقعیتش اینه که از نظر قانونگذاری تو 6-7 سال اخیر پیشرفت خیلی خوبی داشتیم، اما تا نقطه مطلوب فاصله زیاد داره. تو این 6-7 سال اکوسیستم استارتاپی تو ایران به شکل قانونی، به شکل حرفه‌ای میتونم بگم که راه افتاده. نهادهایی که لازم حمایت کنن اینا همه ایجاد شده از زمان آقای دکتر ستاری و الان هم آقای دکتر دهقانی دارن ادامه میدن. این کاملا واضح هست. ولی وقتی مقایسه میکنیم با مثلا اف استیشن فرانسه یا حالا کشورهای دیگه که سالهای سال دارن کار میکنن تو حوزه دانش بنیان و سیستم‌های استارتاپی، فاصله‌مون زیاد هستش. به خصوص این 2 سال اخیر که این حالا بعد از این کرونا و اینا یه مقدار من حس میکنم که یه مقدار تو بعضی حوزه ها ما یه خورده شل شدیم، اما یکی از بزرگترین چالش که من دارم میبینم تو این حوزه نیروی انسانی متخصص هستش. حالا ما خودمون هم تو مجموعه خودمون این مشکل رو داریم که انشالله امیدواریم تو آینده ما بتونیم این مشکل حل بشه و در واقع فاصله‌مون رو کمتر کنیم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. سلامت باشید. خیلی خوشحال